امسال بار سیوم است که در همین آتش‌زن صدها کیلوگرم مواد مخدر را سوختن نابود می‌کنند. این بار هم مسئولان اگنتی مبارزه با مواد مخدر در حضور خبرنگاران و دیگر مقامات صدها کیلوگرم افیون و هروئین را به آتش انداختند. امروز در همین بخاری 368 کیلو 271 گرم مواد نشاور از جمله 7 کیلوگرم 944 گرم هروئین 110 کیلوگرم 910 گرم افیون 111 کیلوگرم 425 گرم حشیش 136 کیلوگرم 700 گرم بانگدونر و خصوصا 1 کیلوگرم 250 گرم حبی مواد نشاور سنتتیکی اکستازی سوزانده شد. این مواد نشاور را از آنهای مصادره کرده و سوزاندند که نسبتشان 15 تحقیق پرونده پایان یافته و جزا گرفتند. در 2 دفعه گذشته مقامات در آتش‌زنی اگنتی بیش از 650 کیلوگرم مواد نشاور را نابود کرده است. در خود سال 2016 از طرف اگنتی 1 تن 498 کیلوگرم یعنی قریب 1.5 تن مواد نشاور سوزانده شد که نظر به سال گذشته نیم تن زیاده است. همین را باید خیال کنیم که از اول تاسیسیابی اگنتی در همین مدت 17 سال در همین بخاری اگنتی زیاده از 17.5 تن مواد نشاور سوزانده نیست و نابود کرده شد. شیرخان سلیم زاده رئیس اگنتی چند پیش به رادیو آزادی گفت که تنها امسال 27 حالت مصادره مواد مخدر را به مقدار مخصوصاً کلان آشکار کردند و زیاده از 20 گروه متشکل قاچاقبر را به جوابگری کشیدند. تاجیکستان که با افغانستان حدودی 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، یکی از مسیرهای اساسی مواد مخدر به آسیای مرکزی و روسیه به شمار می رود. سال روان در نتیجه کوشش‌های مشترک این نهادها 11 قاچاقبر دستگیر شده است. ولی همین سال امیدجان حسنوف یک افسر کمیته مرزبانی هم از دست قاچاقبران کشته شد.